است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من 6 سال شد که 5 وقت نماز را ترک نمی کنم. من یک عورتینه هستم، قطعی یک پسر می گردم. من کسیته های شما را همش را گوش می کنم. همین گشتن من درست است یا نه؟ و همین سوال من پاسخ دهید. خب این خواهر سوال کردگی از خواهر عزیز، وقتی که 6 سال 5 سال گفت 6 سال گفت 5 وقت نماز که ترک نمی کردگی باشی، آگاه باش و بدان که اگر صدای ما به شما می رسیدگی باشد گشتن حرام است. مرد نامحرم، حتی پسر عمک، پسر خاله، پسر تقه، پسر عمه، دست لیشقتی به اینها سلام کردن حرام است، ناجایز است. حالی گشتن گپ زدن یک طرف بیست، اون خواه طلبه تونه خواه معلم تونه به دست لیش سلام کردن جایز نیست. ایره خدا و رسول امر کردگی است، ایره ما امر نکردیم. اما شما گشتن تونم حرام است. فقط که مثلا که عاشق که باشی یک کس خواستگار بفرست، اسقالی بفرست، گپش بزنن، اگر گرفتنی باشه هر دوتون موافق بیان از دو طرف بگیرین، نکاح کنین، زندگی حلال اسلامی تونه پیش بردن بگیرین. اما این گشتن حرام است، جایز نیست. اگر این فعل دوام دادن بگیری، وسوسه شیطان زیاد است. شیطان بسیار هنرهای زیادی دارد. نعوذ بالله که شیخی بر سیاست 400 سال عبادت کردگی بود، هم زنا کرد، همو زنا کردگیش کشت، هم گورش کرد. عاقبت 400 ساله عبادت شد چکار کرده که وقتی که شیطان رفت خبرش داد بگیر، اول پنهان بود نمیدید و زنه، بعدا جلوه داد گفت که نگهش که نگه کرد و طعام آوردن گرفت خورد، میده میده سخن کردن گرفت، میده میده سلام کرد، نزدیک شد. آهسته آهسته شیطان گفت که جای خلوتی است، بگی زنا بکن، از این دنیا خدا بخشنده است. و بخشندگی خدا را پیش آورد. این وسوسه شیطان است. زنا کرد، حامله دار شد. بعدا خبر شد که اون برادرش از غزوه میگرده، یا شیطان مصلحتش داد که بگی بکش در همین خانه گورش کن، کش در همین خانه قبرش کن، در همونجا گورش کرد. بعدا شیطان به نزد مردم رفت گفت که شما آگاه باشین، بیاین که همین شیخ بر سیاسا همین فعل کرده است. مردم همه آمدن، خواستن که به سر دوره ببرنش، کشاله کرده به سر دوره بردن. شیطان بخت به صورت دیگر کرد، آمد گفت میخواهی که مطرح نجاتت بدم؟ گفت بله. شیخی بود که 400 سال عبادت کردگی بود. گفت چکار کنم؟ گفت که به من سجده بکن. نعوذ بالله، اگر به من سجده کنی من ترا خلاصت میکنم. وقتی که به شیطان سجده کرد، شیطان گفت که تو مرا که سجده کردی، اون خالقی که ترا خلقت کرده تو قدری رو نشناختی، تو هیچ وقت قدری مرا نمیدونی، من با تو کاری ندارم. بعدن گفت که به من آب که از حلق من تشنگی سوخته است، من میمیرم. گفت که نعوذ بالله، خدا را انکار بکن، پیغمبر را دروغگو بگو، بعداً میتمد. خدا را انکار کرد، پیغمبر را دروغگو گفت، بعداً یک کوسه را به پیش درست کرد. کوسه را بر سیاسا دید که در اون کوسه چی است؟ شیطان باول کردگی بود. هیچ حال در هیچ مکان زمان شیطان به ذات انسانی نیکی نمیخواهد و نخواست است، تا قیامت هم نمیخواهد. خداوند جل جلاله خودش در قرآن همه بنده هاش تا به قیامت هشدار داد که شیطان برای شما عدو و مبین، دشمنی آشکارا هست. دشمنی آشکارا، دشمنی بدترین شما شیطان است که بنده باید آگاه باشد. از این رو خواهر عزیز هوشیار باش که نمازهای خواندگی تا برباد نتی، روزه گرفتگی تا برباد نتی. این فعلی بد ترک بکن، یک خواستگاری بمان، انشاءالله که بخواه شما را بزنی میگیره، زندگی خوبی میکنین.